گفتن من دوست می‌دارم، زیرا اینکه این پیش از آنه که به دست فقیر برسد اول به نزد الله میرسن. حتی تنفقوا مما تحبون، اون چیزی که خیلی دوستش می‌داره، از بهترین اموالتون گرفته شما خیرات میکنید. و باز هم در ماه شریف رمضان باز بسیارتر سخاوتمند سخی‌تر میشدن. خواه زکات است، خواه صدقات و خیرات است، در این ماه مبارک دریغ نشماریم در راه الله تعالی. دهه اول هم رفت دوستان عزیز. خوشا به حال آنه که این ماه مبارک را و این روزهای بشمار را با طاعت و عبادت و با ذکر الله و با خیرات و صدقات و با عملهای صالح گذرانیده ایستاده است. و البته نفرهای هستند که این ماه مبارک و این لحظه های پربرکات را با تماشا کردن فیلم های بهوده و بیهوده و نوارهای بهوده و بیهوده گذرانیده ایستادند. اما شما، محض شما، الله تعالی برای شما همین نوار را وقتی کشادید و تماشا دارید، انشاءالله نشانه محبت الله است. و انشاءالله که شما ماه شریف رمضان را با بهترین وجه گذرانیده ایستاده اید. الله تعالی را دعا میکنیم که الله تعالی عملهای پرنقصان ما و شما را در این ماه مبارک قبول درگاه خودش بگرداند. و چنانه که در این ماه مبارک ما و شما قصه های بعض آیات ها، نازل شدن بعض آیات ها و پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین صحابگان کرام برنامه کرده ایستاده ایم، امروز هم یکی از آیات های قرآن کریم از سوره آل عمران آیت 92 انشاءالله صحبت میکنیم. وقتی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، وقتی این آیت کریمه نازل شد که معنایش چنین است، الله تعالی میگوید که ای اهل ایمان، ای مؤمنان، شما هرگز به مرتبه و منزلت نیکویی نمیرسید تا آن لحظه ای که از آن چیزی که خیلی دوست می‌دارید از آن خیرات میکنه. انسان همان وقت به مرتبه نیکی میرسد که یک چیزی که بسیار دوست می‌دارد آن را در راه الله تعالی انفاق میکنه. وقتی همین آیت کریمه نازل شد، ابو طلحه انصاری رضی الله عنه به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند. گفتند ای رسول الله، چنانه که شما میدانید من یک چاه دارم، بئر حا نامش، چاه حا، آبش خیلی با لذت شیرین بود. در بر مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار از آب چاه ابو طلحه رضی الله عنه آب نوشیدن را خیلی دوست می داشتند. به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند، گفتند یا رسول الله، بعد آنی که همین آیت مبارکه نازل شد من میخواهم به همون مرتبه نکوکاران اهل بر برسم و از همه محبوب ترین مال من همون چاه است، میخواهم آن را در راه الله انفاق کنم. و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند گیرید همون چاه را. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اجعلها فی الاقربین، به نزدیکانت، به خویش و تبارت بده، گفتند که انشاءالله به همون مرتبه نکوکاران میرسی. سپس ابو طلحه انصاری آن چاه را چیکار کردند؟ فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول کردند و به حسان ابن ثابت و ابی ابن کعب رضی الله عنهم آن را بخشیدند و نفقه کردند. و همچنین ما مثال های خیلی زیاد را میبینیم که در صحابگان عیناً آن چیزی که آیات های قرآن کریم نازل میشد به همان عمل میکردند و محبوب ترین و دوست داشته ترین مال خود را در راه الله نفقه میکردند و خیرات میکردند. و همچنین از ابو دحداح رضی الله عنه روایت میشود که وقتی همین آیت مبارکه نازل شد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند یا رسول الله، چنانه که شما میدانید یک باغ دارم که در آن باغ 600 بیخ از خرما دارد و آن باغی که بستانی که دارد در مدینه خیلی مشهور بود. تمام اهل مدینه میدانست که باغ ابو دحداح رضی الله عنه 600 بیخ، 600 تن خرما دارد. گفت یا رسول الله، اگر همون مالم را من، همون بستانم را در راه الله من نفقه کنم، الله تعالی برای من در آخرت خرماها در جنت میدهد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بله میدهد. گفت تمام همون بستان با تمام درختهایش و تمام درختهای خرمایش در راه الله بخشیدند. به نزد همسرش آمد گفت همسرم ای ام دحدا، از بستان برآیید که این بستان ملک ما نیست، آن را من با درختان در جنت عوض کردم. همسر را ببینید گفت ذلك بیع رابح، بیعی که شما کردید این بیع بسیار رابح است، پر ربح است، پر برکات است. و در حال از آن بوستان برآمد. در دستانش فرزندانش بود، با فرزندانش با اهل و عیالش از آن بوستان برآمدند. تمام صحابه ها چنین بودند. مادرمان عایشه رضی الله عنها را ببینید، وقتی صدقات وقتی خیرات میدادند، تصور کنید میگرفتند همون تنگه ها را میگرفتند با یک عطر و خوشبویی آن را خوشبوی میکردند، سپس چیکار میکردند؟ به دست فقیر میدادند. وقتی پرسیدند که برای چی شما آن صدقات و خیراتی که میکنید آن را خوشبوی میکنید، گفتند من دوست میدارم، زیرا اینکه این پیش از آنه که به دست فقیر برسد اول به نزد الله میرسد. سبحان الله. این عقیده را ببینید، این یقین را ببینید که تا کدام اندازه آنها نازکی های صدقات و خیرات و انفاق در راه الله را رعایت میکردند و دوست می‌داشتند نفقه کردن در راه الله را. همچنین برادران عزیز، بسیاری از نفرهایی که امروز انفاق میکنند یک چیزهایی که استفاده برده‌اند، چیزی که بسیار کهنه شده است، چیزی که نیاز ندارند به آن را امروز چیکار میکنند؟ نفقه میکنند. اما ببینید صحابگان و ببینید این آیت کریمه را، لن تنالوا البر، هرگیز شما به مرتبه نیکی نمیرسید حتی تنفقوا مما تحبون، اون چیزی که خیلی دوستش میداره، از بهترین اموالتون گرفته شما خیرات میکنید. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک خود گفتند که سبق درهم 1000 درهم، یک درهم 1000 درهم رو چیکار کرد؟ به جنت سبقت کرد. به جنت یک درهم از 1000 درهم دیده پیشتر و بروقتر به جنت داخل شد. چگونه؟ یک نفر یک درهم خیرات کرد و یک نفر دیگر 1000 تنگه خیرات کرد، اما همون نفری که یک تنگه خیرات کرد آن از 1000 تنگه خیرات کرده به جنت پیشتر در آمد. زیرا اینکه همون نفری که یک تنگه خیرات کرد او تنها 2 تنگه داشت، یعنی نصف مالکیتش رو در راه الله نفقه کرد. تصور کنید همگی 2 درهم دارد، یک درهمش رو یعنی نصف داراییش رو در راه الله چیکار کرد؟ خیرات کرد. اما آن نفری که 1000 درهم خیرات کرد او صاحب میلیون ها و میلیارد ها است. نفری که هزارها دلار دارد یا میلیون ها دارد بگیرد از همون $100 و $200 میدهد، چی است؟ به مقداری که او دارد هیچ چیز است، هیچ چیز. بنابراین دوستان عزیز، صحابه ها از میلیون ها و از آن هزارها تنگه ها داشتن، یک تنگه و 2 تنگه نمیدادند، نصف دارایی خود را، نصف ملک خود را. حتی ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند برای اهل چی باقی مانده، ابوبکر تمام مالکیتش را، تمام داراییش را گرفت و به پیامبر صلی الله علیه و سلم آورد و سپاریدند. گفتند به آنها الله و رسولش را گذاشتند. سبحان الله. و این ماه مبارک دوستان عزیز، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان، پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه سخی‌ترین مردم بودند و باز هم در ماه شریف رمضان باز بسیارتر سخاوتمند سخی‌تر میشدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشوای ما و شما، پیشوای اهل ایمان، ما هم در این ماه مبارک، ماه شریف رمضان که ماه خیرات و انفاق است، ما و شما نیز کوشش کنیم در این ماه مبارک، خواه زکات است، خواه صدقات و خیرات است، در این ماه مبارک دریغ نشماریم در راه الله تعالی. الله را دعا میکنیم که الله از ما و شما قبول بکند
و الله تعالی چنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند المرء تحت ظل صدقته یوم القیامه، انسان روز قیامت در زیر سایه صدقه اش می ایستد. الله تعالی ما و شما را در زیر سایه صدقات و خیرات ما و شما بگرداند و الله تعالی هم در این دنیا و هم در آخرت سربلند و سرفراز و سعادتمند بگرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.